ما زمانی که ایران بودیم 2 تا بچه اون موقع مکتبی بود، هم ایرج و النازم. اینکه بالاخره خودتون میفهمین یک مهاجر خیلی مشکلات داره. من اون موقع به خصوص برای النازم خیلی مثلا قانونهای دیگه گذاشته شد که من نتونستم النازم ببرم مکتب. یعنی وقتی هم گذاشتم همین مکتبای خودگردان گذاشتم که با مشکلات خیلی زیادی، اما خدا رو شکر زمانی که آمدم افغانستان برای مریم هم اصلا چه این مشکلاتی نداشتم. یعنی بهترین خاطره من مثلا از روزی که من دخترم گذاشتم افغانستان مکتب، با خیلی مثلا خیلی هم خوب ازش استقبال کردن، حتی مثلا خیلی کارهایی که یعنی من نتونستم برای او 2 تایم انجام بدم برای این یکیم انجام دادم. چرا؟ چون کشور خودم بود، خیلی راحت بودم. دیگه مشکلاتی که مثلا یک مهاجر داره با ما بین کشورهای دیگه، اینجا دیگه کشور خود ماه، این مشکلات ما نداریم. اول که میری مثلا قشنگ به معلمت بگو سلام صبح بخیر. من میبرمت مامان، من میبرم. من روز اول میبرم چون امروز میخوام برم با معلمتم آشنا بشم، فهمیدی؟ ولی هر روز که من نمیام، تو میدونی من کار دارم. نه مامان، هر روز که خودت رفتی به همه دوستاتم سلام بگو، به معلمتم، فهمیدی؟ همیشه به استاد چی میگفتی؟ خداحافظ، دوستتون دارم. آفرین، خستم نباشید، تشکر، خداحافظ، فهمیدی؟ بعد امروز من تو رو آماده کردم دیگه، سعی میکنی فهمیدی کم کم خودت یاد بگیری، چون منم کار دارم مامان جان. نه بعد اینطوری دیر میشه، تا من بیام آماده شم تو رو آماده کنم دیرمون میشه. پس تو هم آماده شو، آبجی هم آماده بشه، هر کی خودش آماده میکنه میره سر کلاسش، فهمیدی؟ آفرین، سعی دوستم به خودت زیاد بگیری. بیارید